سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، دانشجویان و اساتید گرامی و بانیان محترم این جلسه. محفلتون به حمدالله به قدر کافی زیبا هست، احتیاج به هیچ تصنعی برای این جلسه واقعا نیست از طرف هیچ یک از دوستان و بنابراین جلسه رو بسیار جلسه طبیعی و دانشجویی و عادی تلقی میکنیم و ادای احترامی به شهدای دانشگاه‌های آذربایجان، دانشگاه تبریز. آذربایجان سرزمین مردان و زنان بزرگی است که سهم وافری در حفظ میراث اسلام و تشیع و میراث انقلاب داشتند، هم در حوزه دفاع نظری از این مکتب بزرگانی مثل علامه امینی، علامه طباطبایی، علامه جعفری و بزرگان دیگری که از این دیار برخاستند و پرچم دفاع از آموزه‌های تشیع و اسلام رو بر دوش کشیدند، و چه مردان بزرگی مثل مهدی و حمید باکری و بزرگان دیگری که در راه دفاع عاشورایی و عینی و تاریخی از این اهداف و آرمان‌ها دست به سلاح بردند و به شهادت رسیدند. به همه اون بزرگان عرض ادب و احترام میکنیم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. آنان که گفتند الله، سپس در این راه استوار ماندند و استقامت کردند و در نیمه راه مسیر رو عوض نکردند، راه رفته رو بر نگشتند، فرشتگان خدا، فرشتگان رحمت بر اونها نازل می شوند که نترسید و غم مخورید و یکدیگر رو به بهشتی که وعدش رو به شما دادند بشارت بدید. من وقتی این آیه کریمه رو تلاوت میکنم به یاد جمله و عبارتی میفتم که از شهید حمید باکری، قائم مقام لشکر عاشورا، نقل شده. جمله معروفی است از ایشون که مضمونش پیشبینی تاریخی و انسان شناختی مهمی است که ایشون در کوران جنگ، همون سالهای اول جنگ قبل از شهادتش میکنه و میگه بعد از جنگ رزمنده ها و بسیجی ها، حتی اونایی که وارد این عرصه شدند، اونایی که لبیک گفتند، اونایی که گفتند الله، بعد از جنگ سه دسته میشن. گروهی بر سر این پیمان و میثاق الهی میمونند که خون دل باید بخورند و صبر و استقامت بکنند که مصداق همین الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا خواهند بود که فرشتگان بر اونها نازل خواهند شد در همین دنیا و قبل از آخرت حتی، و به اونها نفی هر نوع غم و ترسی رو بشارت میدند. گروه دوم کسانی که ایشون پیش بینی میکنه بی تفاوت میشند و نسبت به آموزهایی که برای او یه روزی فداکاری کردند تردید میکنند، و دسته سوم که این راه رفته رو بر میگردند. اونا هم گفتند الله، اما این راه رو برگشتند و لم یستقیموا، استقامت نکردند در این مسیر. و امروز که بیش از یک دهه میگذره از جنگ، ما مصداق هر سه پیشبینی تاریخی حمید باکری رو داریم میبینیم. کسانی که گمان کردند سالهای جهاد و روزهای سخت نبرد در راه خدا روزهای غبن و ضرر اونها بوده و بعد تصمیم گرفتن یه جوری جبران بکنن، فکر کردن از یک کاروانی عقب افتادن، از کاروان اهل دنیا، و باید خودشون به اونا برسونن و باید رو گذشته خودشون قلم قرمز بکشن. و کسانی که اون راه رو دارن ادامه میدند و ثم استقاموا هستند، مصداق ثم استقاموا. ما بر این دسته دوم درود میفرستیم و امیدواریم این بخش بعدی پیشبینی حمید باکری در مورد اونها تحقق پیدا نکنه که اینها مصیبت ها و مشکلات رو میبینند و دق میکنند و دقمرگ میشن. امیدواریم که یک چنین اتفاق نیفتد و اگر اون مردان و زنان مؤمن در صحنه بمانند
و استوار بمانند و نترسند، خوف و ترس سراغشون نیاد و توی این مسیر محکم بمانند، انشالله به دست اونها دشمنان دق خواهند کرد و اونها برای همیشه جاودانه خواهند موند. شهدا بنیانگذاران جامعه جدیدند و در تاریخ همیشه اینطور بوده. در شرایطی که کلمات خوب یا متولد نمیشن یا اگر متولد شده باشند به محض تولد در دهانها متلاشی میشن و بر زبانها جاری نمیشن، با یک طبع سرد و شکست خورده‌ای به زبان آورده میشن، شهدا و شهید کلمه داغی است که با اقتدار و خلوص به زبان آورده میشه و شهادت اون لحظه تکلم تاریخی انسان هست. در یک چنین جلساتی ما دور هم جمع میشیم تا به یاد بیاریم که اون چه شهدا و مجاهدین اسلام در طول تاریخ برای ما آوردند قیمت سنگینی برای اون پرداخته شده. اینها باد آورده نبوده که با باد بره و باد اونها رو ببره. شبهای طولانی جهان که گمان میرفت هیچ صبحی در پایان اون به ما و به بشریت لبخند نزنه، همیشه با خون این شهدا شکافته و صبح شده و در جهانی که هیچ چیز معمولاً تمام نمیشه و همه ایدئولوژی های بشری ناقص و ناتمامند، خون شهدای اسلام تمام کننده بوده همیشه. و اگر نباید ایده های اسلام فقط در ذهن ما واقعیت داشته باشند، اون چه این حقیقت رو از ذهن ما وارد ذهن تاریخ میکنه، یعنی وارد واقعیت عینی انسانی و اجتماعی، خون شهدا بوده است. و اگر گذشت اونها نبود، این آرمان ها فقط مخصوص شبهای شعر شاعران باقی میموند و وارد عرصه اجتماع و حیات نمیشد. اون شکستی که ظاهراً شکسته و باطناً پیروزی بر همه جهانه و جز شهید هیچ کس جرأت تجربه او رو نداشته و شروع زندگی انسانی و حقیقی است، شهادت. شهادت رو نمیشه گزارش کرد، شهادت رو باید تجربه کرد و خوشا آنان که مرگ آگاه و خودخواسته در راه اصول لایزال الهی و اجراء عدالت مستقر رو در جامعه تجربه کردند. اونها که خونشون بیرنگ نبود و دلشون قشدار نبود و راهشون روشن بود، بشریت رو برای همیشه مدیون خودشون کردند. من امروز نمیخوام روزه شهدا و شهادت بخوانم. امروز میخوام راجع به ایده‌ای که فرهنگ جهاد و شهادت رو در تاریخ انقلابیون و عدالت خواهان و آزادی خواهان سامان داد و پایانه ایدئولوژیک و عقیدتی جهاد و شهادت هست توضیح بدم که امروز توسط چه ایده‌ای داره تهدید میشه و چه کسانی ممکنه حتی ظاهراً تجلیل بکنن از این شهدا، اما در واقع به دنبال برچیدن فرهنگ شهادت و جهادند و غیر مستقیم تصمیم دارن این جبهه رو، ایده و ایدئولوژی که مهدی باکری ها و حمید باکری ها و شهید شمران ها در راه او فدا شدند، این ایده رو دور بزنند. مستقیم حمله نخواهند کرد به این ایده، چون هنوز اون مقدار قبح این نوع یورش ها شکسته نشده تو جامعه. خواستن بشکنن در سالهای اخیر نتونستن، بنابراین این ایده دور خواهد خورد. اون استراتژی که تعقیب میشه دور زدن فرهنگ جهاد و شهادت. یه نمونهش متهم کردن بچه های جهاد به خشونت و خشونت طلبی بود که شما در روند تبلیغاتی در داخل و خارج در چند سال گذشته به وضوح مشاهده کردید. مردانی متهم شدن به خشونت طلبی که روحشون از آب برکه لطیفتر و قلبشون از برگ گل نازکتر بود. من بین راه که می آمدم
برادرمون آقای مصطفی، آقای مهندس چمران یادداشت‌های دست‌نویس شهید چمران رو که چاپ کردن اخیراً نشون دادن. من به طور اتفاقی یک صفحه رو باز کردم، دیدم ایشون داره گزارش میکنه دردی رو که از دیدن ذبح یک گوسفند بهش دست داده. گوسفندی براش قربانی کردن و ایشان اونجا تو اون دست‌نویس توضیح میده که وقتی سر یک گوسفند رو میبریدن من فکر میکردم دارن سر من میبرن و احساس همدردی میکرد با گوسفندی که برای او دارن قربانی میکنن. یعنی کسی که دیدن دست و پا زدن یک گوسفند براش قابل تحمل نبود و اینطور با احساس راجع به دست و پا زدن یک گوسفند 2-3 صفحه برداشته شعر نوشته. یک چنین مردانی که اینها دستاوردهای بزرگ تاریخ اسلام و انسانن. اینا کسانی هستند که باید صدها و هزارها بگذرد تا یک چنین انسانهایی به هم برسند و تربیت بشن و تحویل بشریت داده بشن. مردی که مجمع ریاضیات و عرفان و مسلسل بود. این 3 چیزی که کاملا متعلق به 3 مقوله جدا از همن. یا آدمی که در این حال که ریاضیدانه، در این حال یه عارف، آموزگار اخلاق. چمران قبل از اینکه برای ما یک چریک باشه همیشه تو ذهن ما و نسل ما یک معلم عرفان و اخلاق و معلم انسانیت بود. یک ریاضیدان، یک چریک و یک عارف سالک. اینا معجزات اسلامن. ما چریک هامون تشنه به خون انسان نیستن. فرهنگ بسیجی، فرهنگ جهاد و شهادت، فرهنگ آدمکشی و خونریزی و تشنه به خون آدما بودن و سادیسم آدمکشی داشتن نیست. فرهنگ مبارزه با آدمکشی است. اینا سلاح برداشتن برای که در برابر این فرهنگ منحط انسانکشی و تکنولوژی آدمکشی و فرهنگ آدمکشی که در غرب تئوریزه شد بایستن و مقاومت بکنن و چون برای مقاومت راهی نبود جز دست به اسلحه بردن، دست به اسلحه بردن. یک چنین مردانی و یک چنین روح‌های بزرگی متهم شدن به خشونت و خشونت طلبی برای اینکه معتقد بودند در برابر ستم و بی‌عدالتی باید ایستاد و علی رغم میل باطنی و علی رغم روحیات شخصی خودشون دست به اسلحه می‌بردند و در لحظه‌ای که حتی دشمن رو به خون می‌کشیدند و می‌کشتند و به رگبار می‌بستند احساس لذت از کشتن یک کسی ولو بدترین انسان‌ها نمی‌کردند. خشونتشون هم از سر رحمت بود و اگر دست به اسلحه می‌بردن برای خدمت به انسانیت بود. این فرهنگ آمادگی مطلق برای فداکاری و شهادت و فرهنگ جهاد برای عدالت، اینا فرهنگی است که امروز داره بمباران میشه در داخل و خارج برای اینکه چمران‌ها و مهدی باکری‌ها و حمید باکری‌ها در نسل آینده، در نسل شماها دیگه بار نیان. 10 سال دیگه چمران و باکری‌ها تبدیل بشن به افسانه، در حالی که اونها افسانه نبودن، انسان‌هایی بودن. حمید باکری از داخل همین دانشگاه تبریز بلند شده. میخوان تبدیلشون کنن اینها رو به یک مجسمه‌های مجرد، سرد، بیروح، بی ارتباط با ما که فقط در موردشون حد اکثر شعری بگید و ازشون عبور بکنید، از اونها چیزی نیاموزید. نکته که امروز میخوام مزاحمتون بشم و وقت شریفتون رو بگیرم و قبلا عذرخواهی میکنم و امیدوارم که خسته کننده نباشه، سخنی است که در تبیین اون نوک پیکان، همین نوک پیکانی عرض میکنم خدمتتون که متوجه فرهنگ جهاد و شهادت و ایثار و انفاق تو جامعه ما شده و در دهه آینده شما باید با این فرهنگ دست و پنجه نرم کنید، چون هدف مستقیم این فرهنگ تبلیغاتی شماها هستید. وقتی ما از شهید سخن میگیم خود به خود مسئله آرمان و فضیلت مطرح میشه و جامعه آرمانی و مدینه فاضله به همین مناسبت موضوع سخن بنده است. در برابر اون مدینه فاضله‌ای که چمران‌ها و باکری‌ها برای او شهید شدند، یک یوتوپیای مادی و ماتریالیستی غربی داره عرضه میشه، با عناوین مختلفی هم ازش نام برده میشه. من میخوام در این فرصت کوتاه او رو کالبد شکافی بکنم و نکاتی رو از بعضی از نظریه پردازان برجسته این مکتب در جهان
به اختصار یادداشت کردم که برای اینکه چیزی به اونها از طرف خود نسبت نداده باشم بعضی عباراتشون رو عیناً براتون قرائت میکنم تا بدانید که امروز شما با چه فرهنگی در نقطه مقابل فرهنگی که چمران و باکری رو تربیت کرد مواجه هستید. و میخوام با اجازه شما نکاتی راجع به تئوری مدینه فاضله از نوع غربی رو اینجا به بحث بگذارم و بعد توضیح بدم که در کنار جامعه درخواستی ما، یعنی جامعه خواستنی و ایدئال اسلامی که این بچه ها برای استقرار اون شهید شدند، هیچ چه جامعه نخواستنی هست در برابر این جامعه و در برابر مدینه فاضله ما و شهدای ما کدام مدینه رذالت و ضلالت قرار گرفته و داره تبلیغ و تئوریزه و ترویج میشه تو این جامعه. و برادران ما تأکید بکنیم که شهید نشدند برای اینکه این نوع مدینه، یعنی سیویل سوسایتی، جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری در این کشور مستقر بشه و این کل مفاد سخنان و عرایض امروز بنده است. مدینه فاضله باید دست کم دو شرط داشته باشه. اولا باید درست باشه و معقول و مشروع. ثانیاً باید ممکن باشه و شدنی. قبل از اینکه بپرسیم آیا یک مدینه فاضله تئوری یک جامعه خواستنی و درخواستی به اصطلاح شدنی هست یا نیست، ممکن هست یا نیست، ابتدا باید سوال کرد از وجه درستی یا نادرستی اون تئوری. ما با قطع نظر از اینکه یه ایدئولوژی یه ایده عملی هست یا نیست، ابتدا باید در مورد درست بودن یا نبودن اون به یک نتیجه روشنی برسیم. این نکته برخلاف نظریه جریان‌های عملزده و پراگماتیستاست در دنیا که میگن ما اصلاً به حقانیت و بطلان هیچ ایده‌ای کار نداریم، ما به مفید بودن و عملی بودن فقط میاندیشیم. ما میگیم قبل از عملی بودن، البته عملی بودن کاملا مهمه، و قبل از عملی، و توضیح هم اگر فرصت بشه خواهم داد که مدینه فاضله اسلامی تفاوت جوهریش با مدینه فاضله های از قرن 16 تا 19 و 20 غرب همینه که مدینه فاضله اسلامی عملی است، ممکنه، شدنی است، موضوعش انسان واقعی است. و این مدینه فاضله یه جامعه پشت ابرها نیست با آدمک‌های چوبی و مصنوعی که درش قدم بزنن بدون احساس، بدون اختلاف نظر، بدون درک شخصی، بدون فردیت و شخصیت فردی. چون این نیست. یکی از تفاوت‌های اساسی این مدینه با اون مدائن، با اون مدن به اصطلاح فاضله اوتوپیستی و ترجمه‌ای در همین نکته هست. و فرق ما با جریان پراگماتیسم و عملگرا همینه که ما معتقدیم یه مدینه فاضله قبل از اینکه نوبت به بحث از عملی بودن یا نبودنش بشود، بحث از درست بودن یا نبودنش باید صورت بگیره. در مرحله دوم بحث عملی بودن یا نبودن اون مدینه فاضله است. ما باید شعار یه جامعه‌ای رو بدیم که اون جامعه تحققش ممکن باشه به دست انسان‌ها. و این فرق مدینه فاضله اسلامی است با مدینه فاضله های فرضی و انتزاعی که اونم اتفاقا مولود فلسفه سیاسی غربه. یعنی اینا هر دوش، هم جریان پراگماتیستی هم جریان انتزاعی، هر دو جزو دستاوردهای فلسفه غرب بوده است. و بنابراین تمام مدینه آرمان شهرهای اومانیستی و مدینه فاضله های غربی، چه از نوع قدماییش از قرن 16 مثلا 15 و 16، چه از نوع متأخرش که در همین پایان قرن 20 و آغاز هزاره سوم میلادی ازش داره بحث میشه، اینا متاسفانه دوچار یکی از همین دوتا مشکلن. یعنی مدینه فاضله هایی که در فلسفه سیاسی غرب توصیه میشن به بشریت، یکی از این دوتا عیب رو معمولا دارن که حالا فرصت تفصیلش نیست. یا جامدند یا منحت. بخشی از این مدینه فاضله ها خیالی و منجمد و تغییر ناپذیرن و بخش دیگرشون که عملی و شدنی است متاسفانه ارزش گریز و سافل و فاسده. ما باید سراغ مدینه فاضله باشیم که نظراً فاسد و سافل و غیر انسانی نیست و عملاً واقعی است، جامد و خیالی نیست.
در غرب به دنبال احیاء، یعنی بعد از اینکه به بنبست کاتولیسیسم در دوران قرون میانه رسیدند، تصمیم گرفتند که به دنبال یک طرح جدید غیر مسیحی و ما قبل مسیحی برن برای ساختن یک جامعه ایدئال. اینا که دارم عرض میکنم یه دقایقی رو با دقت خواهش می‌کنم توجه بفرمایید. یه بحث انتزاعی و بی ربط با مسئله‌ای که عنوان کردیم نیست. 3-4 تا کوچه اون طرفتر این بحث به موضوع بحث ما کاملا مربوطه و من به نقطه تلاقی نظری این دیدگاه به عنوان تهدیدی برای همین فرهنگ جهاد و شهادت و مدینه فاضله اسلامی نگاه میکنم. تلقی من از این مدینه فاضله که دارم تبیینش میکنم و به نکات از زبان خودشون هم مستند خواهم کرد یه چنین تلقی است. شروع کردن مدینه فاضله افلاطونی رو و ما قبل مسیحی رو دستکاری کردن و ماتریالیستی کردن و ابتدا از شر جامعه واقعا موجود در اروپا پناه بردن به جامعه خیالی، یعنی همین مدینه فاضله یا یوتوپیا. جامعه خیالی که در آثار تئوریسین های مدینه فاضله در قرن 16 و 17 در اروپا به وجود آمد، شما ملاحظه بکنید اینا اونایی که یه مقداری مبتدی تر بود بسیار جامد همونطور که عرض کردم و تغییر ناپذیر بود. مدینه فاضله شون یه جامعه کاملا بسته بود و من به عنوان نمونه اشاره میکنم به ناکجا آباد توماس مور که ظاهرا یک کاتولیک افلاطونی است و در قرن 16 میلادی بعد از اون سفرنامه امریکا یک کشور خیالی به نام آبراکسا یا یوتوپیا رو تصویر میکنه. مدینه فاضله او یه جزیره است، میگه باید یه جزیره، میگه جز در جزیره نمیشود مدینه فاضله ساخت، از هر طرف باید مسدود و محدود باشه به آب، با هیچ جامعه دیگری نباید مرتبط بود. در اون جامعه درسته که روسپی خانه، فاحشه خانه ها و میخانه ها تعطیل میشه و هنوز به فضیلت اخلاقی قائله، اما در کنارش نوآوری هم در اون جامعه قدغنه. تو آبراکسا در کتاب توماس مور نوآوری هم قدغنه، فقط فحشا ممنوع نیست. تغییر نظام اجتماعی، هر نوع دست بردن در اوضاع اجتماعی و اقتصادی در نظام در جامعه ممنوعه. ورود و خروج به اون شهر ممنوعه مگر برای آموزش علمی و با گذرنامه شهریار که بعدها گفتن منشأ تئوریک توتالیتریسم در غرب هم همین مدینه فاضله توماس مور بوده. یک قرن میایم جلو، مدینه فاضله ها کم کم از اون حالت جمود و بستگی خارج میشن، اما در این حال تراوت و انسانیت خودشون هم از دست میدن. همون که عرض کردم مدینه فاضله هاشون یا جامدن یا فاسد، از جمود میاد بیرون اما به فساد نزدیک میشه کم کم. یک قرن بعد مدینه فاضله‌ای که در اروپا عرضه میشه مدینه فاضله کسی مثل فرانسیس بیکن در قرن 17. نئو آتلانتیس جدید، یک جامعه، یک شهر علمی است، دوران شروع انحطاط پوزیتیویستی است، دورانی است که بشر رو خودش خم میشه و از اخلاق و فضیلت به کلی فاصله میگیره و اونها رو منافی با هر نوع اجتهاد و نوع اندیشی میبینه در غرب و راز سعادت رو فقط شناخت علوم تجربی و تغییر طبیعت میبینه. ولی در این حال بازم میگه شناخت طبیعت و تغییر طبیعت آری، تغییر اجتماع و نظام اجتماعی بازم نه. یعنی هنوز دست و پا میزنه بین اون جمود و فساد. تو همین قرن توماس کامپانلا رو دارید که یکی دیگه از تئوریسین های مدینه فاضله غربی است و کتابی می‌نویسه به نام رساله داره به نام شهر خورشید که اون شهر ایدئالش در واقع به نام شهر خورشید رو مینامه. ایشون از فرقه دومینیکن ها بود و بعد هم یه مدتی متهم به ارتداد شد و جامعه نمونه‌ای که ایشون ارائه میکنه درست در نقطه مقابل یوتوپیای توماس مور قرار میگیره. ایشون صریحا میگه جامعه نمونه اصلا اصالت نمیخواد، استقلال فرهنگی نمیخواد و هیچ نوع معیاری بر جامعه نمونه نبایستی مسلط باشه، که باز عکس العمل‌های در برابر این تو همون قرن 17 به وجود میاد. کسی مثل جیمز هارینگتون که ایشون کسی بود که بعد از شکست کرامول زندانی شد و یه تلفیقی از جمهوریت افلاطون با جامعه اسپارتیان باستان ترتیب داد تا از توی اونها یه مدینه فاضله‌ای در بیاره.
این اجمالی که عرض کردم برای تفصیلش البته خیلی طول خواهد کشید، مناسب این جلسه الان نیست، ولی اشاره مختصر است به همون دست و پا زدن بین جمود و فساد. یعنی از یک طرف وقتی میخوای ارزش‌ها رو حفظ بکنه، فکر میکنه بایستی منجمد بود، باید جامعه بسته‌ای داشت، جامعه‌ای که درش فکر تازه و حرف تازه مطرح نمیشه، ولی وقتی که میخواد بر جمود فائق بیاد، فکر میکنه باید کل فضیلت و ارزش و انسانیت و عدالت رو ترک کنه. جامعه ایدئال غرب که از یوتوپیا و شهر خورشید و نئو آتلانتیس در قرن 16 و 17 شروع شد، در قرن 19 در تبدیل شد به انواع ایدئولوژی‌های بشری، مثل مارکسیسم، مثل لیبرالیسم از نوع صلیبیش، همین نوعی که امروز متسلبانه به دنبال حاکمیت بر جهان هست، و رسید به یه انجماد عقلی. و در پایان قرن 20 و آغاز قرن 21 امروز خود عقل در غرب کاملا زیر سواله. به شما بگم برخلاف اون چه که مشهوره، لیبرالیسم تصریح میکنه، تمام نظریه پردازان برجسته لیبرالیسم، چه متقدمین چه متأخرین، چه لیبرال های کلاسیک چه نئو لیبرال ها، رو این قضیه اتفاق نظر دارن. یکی از هسته های مشترک معنوی این مکتب که عقل خادم غریزه و شهوت است، مسلط بر غریزه و شهوت نیست و نباید و نمیتونه عمل بکنه. و اتفاقا یه مکتبی است کاملا غیر عقلانی در نقطه مقابل عقلانیت سفارایی کرده، گرچه مشهور شده به اینکه مروج و منادی عقلانیته، که اون هم یه علتی داره، یعنی توجه به عقلانیت در حوزه وسائل و خروج از عقلانیت در حوزه اهداف. بالاخره خود عقلی هم که ایدئولوژی ساز بود در غرب امروز رفته زیر سوال. امروز نسبی گرایی و رلاتیویسم و یه جور سوفسطائیگری قدیمی دوباره باز تولید شده و داره جلوس میکنه بر کرسی فکر و عمل در غرب، و به معنی ترک کامل اصولگرایی و عقلیگری در زندگی اجتماعی است. و این در حالی است که قبلا خود ایدئولوژی به عنوان مفری برای خروج از مشکلات و گفتمان مادی حاکم بر غرب پیدا شده بود. یعنی یک گفتمان مادی که آمده بود انسان رو تبدیل بکنه به یک جانور آزاد از فضیلت و اخلاق، و یه نوع جهانبینی مادی رو این انتلکتوئل های وابسته به نظام سرمایه‌داری حاکم بر جهان و روشنفکر و دوله ها سازمان دادن برای اینکه و این فرهنگ و این گفتمان رو در تمام حوزه های علوم و ادبیات و هنر و رسانه ها و دانشگاه ها در دنیا گسترش دادن، و تحت این عنوان که علم باید بی‌طرف باشه، دانشگاه ها باید بی‌طرف باشن، علم و دانشگاه رو از حوزه عقیده و ایدئولوژی و عدالت خواهی و آزادی خواهی خارج کردن. و وقتی که دانشگاه ها و آزمایشگاه ها تبدیل شدن به یه آدم بی‌طرف با یه موضع خودسا تو صحنه، طبیعی است که چوب حراج به اونها زده خواهد شد و از اون به بعد دیگه هر کسی قیمت بالاتری پیشنهاد بکنه مالک علم و دانشگاه و آزمایشگاه ها خواهد بود. و همین اتفاق دقیقاً افتاد تو قرن 20. یعنی آمدن با افکار عمومی دانشگاهی و روشنفکری این برخورد رو کردن و کلاه روشنفکران رو در آکادمی‌های جهان برداشتن، گفتن شما باید بی‌طرف باشید، علم نباید ایدئولوژیک باشه، ایدئولوژی ضد عقل، ضد علمه، باید آزاد بود. و وقتی که اینها رو خلع اصطلاح کردن و خلع عقیده کردن و از سنگر انسانی و مقاومت انسانی بیرون کشیدن و این شد بی‌طرف و بی‌تفاوت، بعد از اون دیگه قرار شد روی علم و دانشگاه و آزمایشگاه فقط چرتکه بیاندازند و سر او چونه بزنند. تبدیل شد به کالا، به برده‌ای که او رو معامله می‌کردن. هر کی قیمت بالاتری پیشنهاد می‌کرد و می‌کنه صاحب و مالک علم و دانشگاه و علوم جدید بوده و خواهد بود. و این اتفاقی است که الان افتاده. امروز در دنیا پیشرفته‌ترین و معتبرترین دانشگاه‌ها و آزمایشگاه‌های دنیا در اختیار کمپانی‌های سرمایه‌داری است. امروز مطبوعات، احزاب، رسانه‌های تبلیغاتی، دانشگاه‌ها، لابراتوارها و آکادمی‌های علوم انسانی در اختیار اونهاست. همونطور که یه دوره اینها سفارش میدادن براشون چیزی کالای خاصی ساخته بشه، امروز فلسفه سفارش میدن، امروز علوم انسانی سفارش میدن، امروز جامعه شناسی سفارش میدن که نتیجه تدریس و آموزش و ترویجش در دانشگاه‌های جهان سوم باوراندن این نکته باشه به دانشجوی شرقی، به دانشجوی مسلمان که شما آدم نیستید، شما نیمه آدمید. این فلسفه ها سفارش داده شده. فلسفه‌ای که بگه علم از ارزش به کلی جداست،
حوزه دانش از حوزه ارزش جداست، حوزه اقتصاد از حوزه اخلاق جداست، حوزه حکومت از حوزه دیانت و سیاست جداست. این فلسفه سفارشی است. فلسفه‌ای که میاد فرهنگ جهاد و شهادت رو گره میزنه با مفهوم خشونت و جنایت، این فلسفه‌ای است که سفارش داده شده. فلسفه‌ای که آزادی رو در نقطه مقابل فضیلت مداری و ارزش خواهی تعریف میکنه، این فلسفه‌ای است که سفارش دادن کمپانی‌های سرمایه‌داری غرب به دانشگاه‌هایی که در اختیار اونها هستن، برای اینکه تا این فلسفه رایج نشه راه نفوذ کمپانی‌های سرمایه‌داری در شرق و در کشورهای اسلامی باز نمیشه. اول باید دژهای فکری دانشگاه‌های جهان اسلام فتح بشه تا بعد بشه منابع نفتی و منابع زیرزمینی اونها رو فتح کرد. یکی از انقلابیون روشنفکر ضد استعماری افریقا میگفت که وقتی اروپایی‌ها وارد افریقا شدن اونها انجیل داشتند و ما زمین. گفتن ما آمدیم تبلیغ کنیم، شما رو تربیتتون بکنیم، آمدیم شما وحشی هستید متمدنتون بکنیم. گفت وقتی اومدن وارد اروپا شدن اونها انجیل داشتن و ما زمین. امروز بعد از 100 سال ما انجیل داریم و اونها زمین. یعنی انجیل ها رو به ما دادن، زمین ها اون از ما گرفتن. وقتی میتونن منابع زیرزمینی شما رو از شما بگیرن که قبلا منابع انسانی شما رو فتح کرده باشن. وقتی خطوط مقاومت در برابر استثمار و استعمار امپریالیستی غرب شکسته میشه در کشورهای اسلامی که قبلا افکار عمومی و افکار خصوصی و نخبگان و روشنفکران در دانشگاه‌های جهان اسلام مغزشون فتح بشه، به این نتیجه برسن که دیانت هیچ موضع خاصی در باب حقوق بشر، در باب عدالت، در باب حاکمیت، در باب قضاوت، در باب اقتصاد نداره. به این نتیجه برسن که اسلام چه ارتباطی داره به اقتصاد و چه ارتباطی داره با عدالت اقتصادی، دین چه ارتباطی داره با نظام حکومتی و معیشتی. وقتی میتونن این کار رو بکنن که فکر مقاومت دینی رو اسمشو بذارن فوندامنتالیسم و بنیادگرایی و بربریگری و هسته معنوی مقاومت انسانی در برابر ظلم و بی‌عدالتی رو اسمشو بذارن تروریسم، و بعد دیگر خود راه به خود در برابر اونها باز خواهد شد، سدها و موانع به خودی و خود در برابر اونها فرو خواهد ریخت. اگر کسانی از تهاجم فرهنگی بحث کردن مراد یه چنین چیزی است تقریبا. اینا کسانی هستند که تحت عنوان مدرنیته و بت مدرنیته آمدن در واقع حاکمیت همین سرمایه‌داری، لیبرال سرمایه‌داری، هژمونی لیبرال سرمایه‌داری رو بر جهان ازلی و ابدی اعلام کردن و میخوان این سیطره رو جهانی بکنن و کمپانی ها رو خدایگان لایزال تاریخ و این نظام رو میگن نظام پایان تاریخه. صریحا میگن. همین 60 روشنفکر امریکایی که اخیراً بیانیه رو نوشتن که ما برای آزادی و تمدن و مبارزه با وحشیگری و تروریسم به خودمون حق میدیم به همه جای دنیا لشکرکشی کنیم و هر کسی که لازم باشه از سر راه برداشته بشه. اینا همون کسانی هستند که بعضیشون رساله پایان تاریخ رو نوشتن. پایان تاریخ معنیش این بود که نظام لیبرال سرمایه‌داری غرب ایستگاه آخر ترن تاریخ بشره و به بشریت میگن پیاده شید، پیاده نشید پیاده‌تون میکنیم. اگر به زبان خوش تشریف آوردید پایین که میایید و الا با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی و هسته‌ای پایینتون میکشیم. اینجا ایستگاه آخره. اینا میخوان آخرین دژهای مقاومت رو در جهان اسلام و در جهان شرق به اسم بنیادگرایی و به اسم فناتیزم در هم بشکنن و این رجز منم پایان تاریخ این چیز تازه ای نیست. ما قبلا عین این جملات و این رجزخوانی ها رو از فاشیستا شنیدیم. شما نطق‌های موسولینی و هیتلر رو بخونید. عین این تعابیر رو ما قبلا از مارکسیستا، از استالین شنیدیم. اونا هم میگفتن جبر تاریخ اقتضا میکند که پایان تاریخ و جبر تاریخ به هدایت میکنه تاریخ رو به سمت نقطه پایانی و نقطه پایانی تاریخ ماییم. گفتن اصلا به جبر تاریخ مذهب زائل و مردنی است. کار شما تمام است. زمان و تاریخ به نفع ماست. و عین این حرف رو امروز نظام لیبرال سرمایه‌داری میزنه. عین این حرف رو امروز بوش میگه. جورج بوش میگه که
اونایی که دموکراسی و اقتصاد آزاد رو نپذیرن بهشون حقنه میکنیم. یه تعبیر قشنگی فیدل کاسترو و اوایلی که این بوش سر کار آمد راجع به او کرد، گفتش که امیدوارم اونقدری که قیافش نشون میده احمق نباشه. و امروز یه چنین کسانی، یه نظامی بی عرضه اونم، امروز اینا شدن منادی پایان تاریخ و اعلام کننده نقطه اوج و سقف تاریخ. اینا اعلام میکنن، به بشریت دیکته میکنن که اینجا ایستگاه آخره باید پیاده بشید. اینا انسان آگاه و آزاد و تعالی‌خواه رو به انسان کور و عبث و لش میخوان تبدیل بکنن که در کنار خدا و در برابر همه کائنات بنشینه و کوس اناالحق بزنه. و این رژیم لیبرال سرمایه‌داری امروز شما ببین با لحن خدایان با ما صحبت میکنن، با بقیه بشریت، با همون لحنی که فرعون با بشریت میگفت انا ربکم الاعلی، من خدای خدایانم. امروز رژیم لیبرال سرمایه‌داری و حاکمیت آمریکا با بشریت صحبت میکنه، میگه انا ربکم الاعلی. فرهنگ من، حقوق بشر رو من تعریف میکنم، انسانیت رو من تعریف میکنم. تو همین نطقش در کنگره اعلام کرد ما در کنار تمام کسانی هستیم که به خصوص در جهان اسلام شعارهای ما رو اعلام بکنن. شعار جامعه باز، اوپن سوسایتی، شعار تساهل و تسامح، شعار جامعه مدنی. اینا این نطق جورج بوش در کنگره امریکا، همین یه ماه از این نطقش هنوز نگذشته. میگه ما در تمام جهان در کنار کسانی هستیم که منادی سخنان و ایده های ما باشند و از دموکراسی و اقتصاد آزاد سخن بگویند. ما به کمک اونها و به دست اونها و در کنار اونها جامعه جهانی رو تصفیه میکنیم از فوندامنتالیسم. امروز اینا جوری با یک لحن رسمی الوهی با بشریت سخن میگن که انگار شکستن جملات اینها گناه کبیره است. گناه کبیره ای که باکری ها و چمران ها مرتکب شدن. این جمله ها رو شکستن، این فضا رو و این سکوت رو به هم ریختن. اما سکوتی که اونها میخوان سکوت دیگری است. اونها میخوان همه در آستانه این خدایان جدید سکوتی بکنن، نه از سر اندیشه و برای کسانی که لذت اندیشیدن در سکوت رو چشیدند، بلکه سکوتی از سر امتثال امر خدایگان جدید تاریخ و جهان که ارزش‌ها رو هم به خدمت خودشون گرفتن. در غرب یک چنین بلایی نازل شد در قرن 20 به خصوص قرن 19 و 20 خودشون نشون داد که یه عده‌ای شروع کردن در قرن 19 به مدینه فاضله سازی از نوع ایدئولوژی‌های بشری. و وقتی که بشر بی انگیزه و بی تعریف کم کم در این فضای بسته خسته شد، دنبال ایدئولوژی گشت و چون نداشت ایدئولوژی ساخت و کم کم ایدئولوژی شد یک کلمه جادویی که روشنفکران و جوانان در جهان سوم در اونها وسوسه زندگی و اندیشه ایجاد میکرد و اونها رو تا سر حد مرگ گاهی پیش میبرد. و علتش این بود که در یه دوره‌ای، حالا امروز اقتضا میکنه که ایدئولوژی باب بشه که علیه اصل ایدئولوژی سخن بگه، و الا خود ایدئولوژی هم که امروز علیه ایدئولوژی سخن میگه، این لیبرالیسم جزء متسلب ترین ایدئولوژی های تاریخ بشره. در این حال اون روز روشن بود که ایدئولوژی با روشنفکری دوره‌ای لازم و ملزوم هم بودن و تیپ فکری روشنفکر رو ایدئولوژی مشخص میکرد. کسی که ایدئولوژی نداشت آدمی بود که فقط زندگی میکنه بدون اینکه فکر بکنه. زندگی بدون ایده یک زندگی سیاه و بسته و سرد و تاریک به شمار می آمد و لذا به این نتیجه رسیدن که باید ایدئولوژی ساخت حالا که ایدئولوژی نداریم. منتها اینکه کدام ایدئولوژی، مارکسیسم باشه، لیبرالیسم باشه، اگزیستانسیالیسم باشه، این بود که اینها رو به بنبست رسوند در پایان قرن 20. دیدن همه این ایدئولوژی ها تک‌بعدی ان، هر کدوم میان یه ابرو رو درست کنن، یه چشم رو کور میکنن و به یه عبارتی این ایدئولوژی ها در غرب در واقع همهشون به یه معنا گاو هفت شیرده بودن و هر کدام آمدن یه بخشی از حیات و عرصه حیات انسانی رو درستش بکنن، بخش‌های دیگر رو ندیدن، پاشون رو گلا گذاشتن، آمدن یه گلی رو از پژمرده شدن نجات بدن، پاشون رو 10 تا گل دیگه، 10 تا شاخه گل گذاشتن. این بلایی بود که ایدئولوژی‌های بشری بر سر انسان آوردن و چون پاسخ روشن و قانع کننده‌ای در غرب پیدا نکردن، بحث فرار از هر گونه اصول نظری و عقیدتی و هر معیار اخلاقی در غرب امروز رایج شد. متشکرم آقا، ببخشید وقتتون خیلی گرفتم.
سلام عرض میکنم به محضر خواهران و برادران عزیز، دانشجویان و اساتید گرامی و بانیان محترم این جلسه. تز حکومت بر اساس خوشی و دیپلماسی و سرویس دهی، یعنی جامعه مدنی از نوع غربیش، این رو میخوان به جای تز حکومت بر اساس کمال، سیاست اخلاقی، اصلاح، عدالت و تکامل بنشانند. این اون خطی است که امروز داره در جامعه ما تعقیب میشه، نه امروز، از سالهاست. و این توجه مهمی است که متفکران مسلمان ما دادن و من بخش دوم عرایضم بازخوانی این تذکر اونهاست که من خواهش میکنم به این توجه کنید. ما در باب مسئله حکومت با دو تا اتجاه نظر اساسی مواجه هستیم و حکومت رو بر اساس یکی از این دو وجه نظر میتونیم بنا بکنیم. امروز اختلاف بر سر این وجه نظرها هست و اگر نیست باید بر سر این باشه. هر اختلاف دیگری اختلاف فرعی است. اختلاف اصلی که همه در حول و حوش او باید جمع بیان و جبهه بگیرن، این است که الان دارم عرض میکنم. به نظر من ما دو تا قاعده تئوریک داریم، دو تا مثلث که اینها هر کدام قاعده تئوریک هم برای یک جامعه و یک نوع حکومت. ما باید انتخاب خودمون رو بکنیم بین این دو تا. یکی مثلث کمال، اصلاح، تربیت و یکی مثلث لذت، خدمت و پلیتیک. بین این دو تا مثلث باید انتخاب کرد و انتخاب بین این دو نوع تئوری انتخاب بین دو نوع حکومت و جامعه و دو سنخ زندگی است و من به نظر من نمیشه هر دو رو با هم دیگه توامان بیش از این ادامه داد. یک نکته، یه اتفاقی برای خود من در عملیات بدر افتاد در جبهه که من همیشه یه استفاده سمبولیک از اون اتفاق برای خودم تو ذهنم دارم و این رو یه جایی هم در یک جمعی عرض کردم که این استفاده سمبولیک اون اتفاق برای من خیلی مهمه و به درد همین بحث میخوره که ما باید بین یکی از این دو تا نظام تئوریک انتخاب بکنیم. تو عملیات بدر این مثال از جهت میزنم که هم مناسبتی داشته باشه با این جلسه که به یاد شهدای جبهه تشکیل شده و هم ضرورت انتخاب رو به ما یادآوری بکنه. در عملیات بدر که بچه‌های غواص با بلم از محور خودی حرکت کردند و نزدیک 30 ساعت بچه‌ها تو بلم بودن و پارو می‌زدن. صدها بلم تو هر ستونی حرکت می‌کردن که از هرولهویزه گذشتن برسن به منطقه جاده خندق، اون طرف جزایر مجنون در ساحل نزدیک سواحل دجله در عمق 40 کیلومتری خاک عراق. شب قبل از عملیات این ستون بلمی که بچه‌های ما داشتن می‌رفتن کمین خورد و دو سه تا از قایق‌ها بچه‌ها شهید شدند و افتادن تو آب و چون تجهیزات بدنشون بود سنگین بودن رفتن زیر آب. اون لحظه اتفاقی افتاد که بعضی اینا که قایق موتوری داشتن قایق موتوریاشون رو روشن کردن و ما هم تو بلم بودیم. طبیعتاً با بلم نمیشد سریع جایی رفت، قدرت تحرک و مانور نداشت بلم. من یه لحظه تو ذهنم آمد که تکلیف چیه؟ اگه عملیات لو رفته باید در رفت، با بلم نمیشه در رفت، من باید خودم یکی از این قایق موتوری‌ها برسونیم. اگر قرار مقاومت بکنیم اینا بعضیا چرا روشن کردن سر و ته کردن دارن برمیگردن. تو همین فکرها بودم که یکی از این قایق موتوری‌ها که داشت برمیگشت خاموش کرد به طور اتفاقی و کنار بلم ما ایستاد. من بلند شدم که برم توی قایق موتوری، یه لحظه تردید کردم که اصلا باید رفت الان یا نباید رفت. خلاصه قضیه اینجوری شد که من ایستاده بودم، یه پام تو قایق موتوری بود یه پام تو بلم و داشتم فکر میکردم که بپرم تو قایق و بزنیم به چاک یا برگردم تو بلم و بشینم ببینم چی میشه. یکی از برادرای ما که چون بچهای غواص توی بلم بودن و لباسای غواصی آماده بود که شب عملیات ساعت فکر می‌کنم 10 شبی بود که بچهای غواص هر کدوم ساعتایی بهشون داده بودن که تو آب کار میکرد و تنظیم کرده بودن که همه سر دقیقه و بلکه لحظه معینی وارد عمل بشن و این لباسا هم تو بلما بود. ما دیدیم که خب دیگه حالا که عملیات ظاهرا لو رفته دیگه احتیاج به این لباسا نیست، من باید بپریم تو قایق و بریم. تو این لحظه که من مردد بودم بین این دو تا انتخاب، اون برادری که تو بلم ما بود یه جمله گفت که بسیار جمله عمیقی بود. اون لحظه گفت و گذشت اما همیشه این جمله تو ذهن من موند و تا الان. بهم گفت اخوی یکی از دو تا پاتو بردار.
این یه پاتو تو قایق گذاشتی، یه پاتو تو بلم، نمیدونی میخوای در یا میخوای وایسی مقاومت بکنی، اینجوری نمیشه ادامه داد. گفت اخوی یکی از دو تا پاتو بردار. ما هم که دیدیم خراب شد اوضاع، گفتم کی خواست بره و به رو در وایستی اینا. دوباره برگشتم تو بلم از خجالت او، برگشتم تو بلم نشستم در حالی که دلم تو قایق بود و نشستم کنار اونها. این جمله تو ذهن من همیشه و من گاهی یه جای دیگه در جلسه هم عرض کردم، باید خطاب به حاکمیت، خطاب به کسانی که در نظام دارن این جامعه رو اداره میکنن و خطاب به دانشگاه و خطاب به حوزه، خطاب به نخبگان و روشنفکران، به همه اونا باید این جمله رو گفت که اخوی یکی از دو تا پاتو بردار. ما دو تا قاعده تئوریک داریم، دو نوع نظام سیاسی، دو تا جامعه، دو جور زندگی، دو تا تمدن. یکی تمدنی که بر اساس اصالت لذت و قدرت و شهوت بنا میشه و یکی تمدنی که بر اساس اصالت کمال و عدالت و انسانیت بنا میشه. تو نمیتونه روش‌های او رو بری ولی به این هدف برسی. مدت زیادی هم نمیشه یه پات تو بلند باشه یه پات تو قایق، چون ممکنه اینا از هم فاصله بگیرن کار دستت بده. و بلم مقاومت ولو بلم باشه، موندن در اون بلم انسانی تره تا رفتن به قایق موتوری که پشت به دشمن داره. اون بخش دوم عرایزم که می‌خواستم خدمتتون عرض بکنم، توجه دادن به تفاوت بین این دو تا جامعه است و تصمیمی که باید امروز بگیریم تو دهه سوم انقلاب، و الا همه چی به باد رفته. ظاهر نظام جمهوری اسلامی و ظاهر قانون اساسی و ظاهر همه چیز به قوت خود باقی و باطن همه چی عوض خواهد شد. چنان که در صدر اسلام اتفاق افتاد. در صدر اسلام ما دو جور جامعه دینی و دو جور حکومت دینی داشتیم، یکی در زمان خلیفه سوم، یکی در زمان خلیفه چهارم. اسم هر دو هم دینی بود، اسم هر دو هم حکومت دینی بود و درست این دو تا حکومت و دو تا جامعه دو مسیر ضد هم حرکت می‌کردن. امیرالمومنین بعضی که مردم باش بیعت کردن، بخش عظیمی از اموال مسئولین حکومتی رو گرفت و مصادره کرد و عزلشون کرد خیلیاشون. نمیشه این دو تا مسیر رو توامان و همزمان رفت. امروز اگه کسانی به مدینه فاضله اسلامی میاندیشن و از خودشون میپرسن که خون مهدی باکری ها و خون چمران ها چرا ریخت، که عرض کردم چمران قبل از اینکه یک چریک باشه یک عارف و معلم بزرگ اخلاق به نظر من، یک کسانی که اینا قبلا فلسفه نظری خاص دارن راجع به مرگ و زندگی، راجع به حق و تکلیف و بر اساس او ایده و او فلسفه است که دست به اسلحه میبرن. اینا گلادیاتورهایی نبودن که دست به سلاح ببرن و گفت کسانی که تو جبهه ها معمولا با هم میجنگن کسانی هستند که همدیگر رو میکشن، کسانی هستند که همدیگر رو نمیشناسند ولی با هم میجنگن به خاطر کسانی که اونا همدیگر رو میشناسند ولی با هم نمیجنگن. اینا گلادیاتورها و سربازانی نبودن که بندازنشون تو جبهه بگن آقا برید رو تو به این طرف بکن، اسلحه‌تو بکش بزن، کار نداشته باش چرا میزنی و به کی میزنی. اینا شاگردان مکتب علی ابن ابی طالب بودن. از حضرت امیر نقل شده که در یکی از عملیات‌های همون صدر اسلام یک کسی آمد تعداد ضرباتی که به دشمن زده بود شمرد، گفت او تعدادی که علی کشته با او تعدادی که من کشتم اینا با هم مساوی ان. یعنی می‌خواست بگه ما هم به اندازه علی کشتیم تو این جنگ از دشمن. نقل شده حضرت امیر بهش جواب دادن که با این فرق که تو شمشیر رو دور سرت میچرخوندی، به هر کی خورد و به هر جاش که خورد. من شمشیر رو وارد نکردم و فرو نبردم به سمت کسی، پرتاب نکردم نیزه رو، الا ای که حساب میکردم این قابل نجات هست یا نیست. من بعد از همه این محاسبه ها ضربه رو وارد میکردم. من محاسبه میکردم که کی رو باید زخمی کرد و کی رو باید کشت و کی رو باید فراریش داد فقط از جبهه. فرق من و تو فقط اینه که من هر کی رو زدم قبلش همه محاسبات رو کردم که یه انسان این وسط بی خودی و بدون محاسبه انسانی و الهی کشته نشه. ولی تو این محاسبه رو نکردی، همون شمشیر دور سر چرخوندی. جهاد اسلامی شمشیر دور سر چرخوندن نیست. جهاد اسلامی آخرین عملیاتی است که مثل کوه یخی که 80% 90% زیر آب اقیانوسه و فقط شما قلدش رو می‌بینی. جهاد اسلامی و شهادت اینا 80-90% مفهومش پنهانه، یعنی توی بعد قلبی و عقلی و تئوریک حضور داره، بعد تئوریک و نظری داره. اون 10% آخرشه که کار فیزیکی جنگیدن و کشتن و کشته شدنه و به همین دلیل که ارزش پیدا میکنه.
خون انسان که اینقدر محترمه، جان انسان در اسلام، جان حیوانات، جان گیاهان تو اسلام محترمه، اما وقتی که در برابر حقیقت و عدالت و فضیلت سفرایی میکنن، این جان و ارزشش رو از دست میده. چرا؟ برای که سیرت انسانی مهمتر است از صورت انسانی. حیات حقیقی انسانی و حیات طیبه و معنوی و عقلی انسانه، نه این حیات فیزیکی. و مقایسه کردن این دو وجهه از زندگی است که جزء ملزومات فکر جهاد و شهادته. اون دو نوع جامعه که باید بینشون انتخاب بکنیم ایناست. یعنی سه تا وجه تئوریک عرض کردم، متفکران مسلمان ما قبلا بهش اشاره کردن و من فقط اینجا یادآوری و تلخیص میکنم. و به خصوص دوستان رو توجه میدم به کتاب امت و امامت مرحوم دکتر شریعتی که تفاوت امت اسلامی با جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری رو به وضوح اونجا بیان کرده. چه تفاوتی است بین امت اسلامی با سیویل سوسایتی؟ این تفکیک بین این دو نوع جامعه و دو نوع نظام یه تفکیک بسیار مهم و استراتژیکه به نظر من و ازش نباید غفلت کرد. ما دو تا خط داریم برای حکومت، فلسفه سیاسی و حکومت. یک خط اداره جامعه فقط، دوم خط هدایت و تکامل جامعه علاوه بر اداره جامعه. یکی خطی که میگه جامعه رو باید اداره کرد فقط، یعنی حکومت رو یه شهرداری متورم میبینه، و یکی خطی که میگه جامعه رو حکومت فراتر از شکم و امنیت در برابر جامعه و حقوق انسانها و به خصوص حق کمال و حقوق معنوی انسانها مسئوله. این دو تا خط، این دو تا جبهه ظاهراً اختلاف محسوس بدوی با هم دیگه ندارن، اما به شما عرض کنم بین اینا تناقض واقعا. ما داریم نمیدونم چه جوری دو تا وجه با هم دیگه راه میبریم. این تناقضه و این تناقض یه جاهای خودش رو نشون خواهد داد. تز مدیریت خطی است که میخواد یه جامعه‌ای بنا بکنه که تو اون جامعه هر کس هر طور میپسنده و دلش میخواد آزادانه زندگی کنه، راحت باشه و آسایش داشته باشه، برای اینکه هدف تو اون جامعه فقط رفاه و لذت و سود و آزادی و احساس خوشی است. هیچ چی فراتر از اون نیست. هدف لذته، هر چه بیشتر با زحمت و هزینه هر چه کمتر. خب این تو منطق خاصی که بر او بنا شده، البته این بهترین نوع حکومته تو دنیا، همیشه اینجوری تلقی شده، حکومتی که درش هیچ اصولی حاکم نباشد، بر اساس اصالت لذت بنا شده باشه. تو اون حکومت و تو اون جامعه از رسالت و تکلیف سخن نگن، فقط از حقوق سخن بگن، انسان‌ها مسئولیتی نداشته باشن. این جامعه و این تئوری برای اداره جامعه به نظر ما منافی با پیشرفت انسانی و اصلاح جامعه است. اگر شعار یک حکومتی صرفاً بهزیستی و آسایش و لذت و رفاه و امنیت شد، معنیش اینه که دیگه تو اون جامعه تکامل و ارتقاء، موضوعیت و اصالت نداره. فرق بین جامعه‌ای که بر اساس اصالت لذت بنا میشه و جامعه و حکومتی که بر اساس اصالت کمال بنا میشه. البته تو جامعه‌ای که بر اساس اصالت کمال بنا بشه لذت حتما هست، رسمیت داره، مهم، معتبره، اما وقتی که لذت با کمال تعارض و تناقض پیدا کنه، حق وتو با کماله نه با لذت. اما تو جامعه‌ای که بر اساس اصالت لذت بنا میشه به کمالات احترام میگذارن، احترام سوری و لفظی، اما وقتی که امر دائر بشه بین لذت و کمال، لذت که کمال رو وتو میکنه و لذا تو اون جامعه فضیلت و اخلاق و ارزش ها همه امور نسبی و شخصی و اعتباری و قراردادی و در حاشیه هست. تو حوزه امور پابلیک یعنی اداره حکومت و حوزه های عمومی، اقتصاد، حقوق، قضاوت، اجتماع، مدیریت، سیاست، آموزش پرورش، تعلیم و تربیت، اونا نباید حضور پیدا کنن، برای که امور کاملا خصوصی و شخصی هستند. در تئوری اصالت کمال لذت حتما وجود داره اما مشروطه، حق وتو با کماله، اما توی جامعه برعکسه. تفاوت این دو نوع جامعه رو مثالی که زدن و مثال خوبی است، تفاوت بین کودکستان با باغ کودک. در باغ کودک بچه رو وقتی میسپرن به باغ کودک،
میسپرن برای اینکه بچه رو نگرش دارن 3-4 ساعت به این بچه خوش بگذره. قرار نیست هیچ تحول و تکاملی در این بچه به وجود بیاد. مربی خوب کسی است که هر چی بچه میخواد فوری بهش بده و بهش برسونه. اصل لذت بردن و راحت بودن و تعیش این بچه است. این تو باغ کودک. اما در کودکستان و در مدرسه اصل رو به لذت بچه نمیدن، اصل رو به تکامل او میدن. او هم زنگ تفریح داره، زنگ لذت داره، اما لزوما همه چیز تابع لذت او نیست، برای که او باید تکامل پیدا کنه، نباید فقط به او خوش بگذره. 2 سنخ میشه به یک جامعه حکومت کرد، به یک جامعه رو اداره کرد. یکی کسانی که جامعه رو باغ کودک میبینن و فکر میکنن حکومت یک شهرداری متورم، کشورداری همان شهرداری است ولی شهرداری متورم که او باید به شهر سرویس بده و امنیت، ای باید به کل کشور سرویس و امنیت بده، هیچ مسئولیت دیگری نداره، نه در برابر عدالت در حوزه اقتصاد و اجتماع و سیاست، نه در برابر فضیلت در حوزه اخلاق و نه در برابر حقیقت در حوزه آگاهی و معرفت. در برابر هیچ کدوم از اونها مسئول نیست. میگن اصلا تز دولت لاییک دولت بی‌طرفه. دولت لاییک تعریفش دولت بی‌طرفه، به این معنی که من هیچ مسئولیتی نسبت به عدالت، فضیلت و حقیقت من ندارم. اینا اصلا امور قراردادی نسبیه، هر کسی حقیقت خودش، فضیلت خودش رو و عدالت خودش رو دارد. این که هر کسی هم عدالت خودش رو داره، این هم خیلی تعریف جالبی از عدالت. این به معنی نفی عدالته. اگه قرار باشه هر کسی عدالت خودش رو داشته باشه. گفت ما هر کسی ارزش‌های خودش رو انتخاب میکنه. این تفاوت اول. تفاوت دوم، تفاوت بین سیاست به مفهوم اسلامیش هست با پلیتیک به مفهوم لیبرال سرمایه‌داریش. پلیتیک تو غرب گفتن که ریشش از همین پالیس به معنی دولت شهر و شهر یونانی است به اصطلاح. حکومتی که عرض کردم کارش پلیتیکه همون شهرداره، هدفش اصلاح بینش و گرایش مردم و ایجاد تکامل در جامعه انسانی نیست و اینا اصلا مربوط نیست به حکومت و حکومت شر لازمه، شر ضروری است. این تز رو نظریه پردازان سکولاریسم از ماکیاولی و توماس هابز تا جان لاک که پدر جامعه مدنی است و تئوریسین لیبرالیسم کلاسیک، تا نظریه پردازان نئولیبرال متأخر مثل فریدریش فون هایک، مثل آیزا برلین، مثل پوپر و دیگران، همه رو یکی توافق دارن ها. این اصلا چیزایی است که اختلافی نیست، چون لیبرالیسم یه مکتب منسجمی نیست، لیبرالیسم یه گفتمانه، ولی بعضی هسته‌های ثابت داره که یکیش همینه، همین اصالت تجربه حسی در فرد و اصالت لذت در حکمت عملی از جمله چیزایی است که کم و بیش بهش اینها معتقد بودن و وفادار بودن. تعهد شهردار به خوشگذشتن مردمه و احساس راحتی دادن به اونها، آزادی مطلق دادن به اونها، خدمت رسانی، جامعه سالم و امکانات زندگی راحت مهمه و مذهب و فضیلت عرض کردم نباید دخالت کنه تو این حوزه. و تصریح میکنن نظریه پردازاشون که شما تا کلمه باید و نباید به کار ببری، حتی باید و نباید اخلاقی، میگه این شروع ایدئولوژی و در این حال شروع دیکتاتوری است. هیچ باید و نباید اخلاقی و ارزشی نبایستی بر حکومت، بر فرهنگ و بر اقتصاد اعمال نظر بکنه. اعمال نباید بشه هیچ کدوم از اینا. باید و نباید شروع دیکتاتوری است، حتی باید و نبایدهای اخلاقی تو این منطق، برای که تکامل رو اساسا قبول ندارن. و سومین و آخرین نکته تفاوت بین این دو مکتب، فرق بین خدمت و اصلاح هست که گفتن که خادم با مصلح تفاوت اساسی داره، گاهی حتی تضاد داره. هر مصلحی حتما خادم هست، اما هر خادمی لزوما مصلح نیست. ممکنه کسی به شما خدمت بکنه اما مصلح نباشه. تئوری اول حکومت تئوری خادم دیدن حکومت است صرفاً. تئوری دوم حکومت تئوری مصلح دیدن و خادم دیدن حکومته و اینها بین اینها کاملا تفاوت وجود داره. در یکی باید مردم رو فقط راضی کرد، در دیگری باید به علاوه مردم و جامعه و حکومت رو ارتقاء داد. در یکی باید گاهی حتی مردم رو منصرف کرد از یک چیزی و بهشون توجه داد که دست از چیزی باید برداشت، حکومت باید از بعضی اختیاراتش صرف نظر حتی بکنه. یکی کمک کردن به فرد و جامعه است در بودن، یکی کمک به فرد و جامعه است در شدن و تکامل.
و باز تذکری که داده شده این است که خدمت بدون اصلاح خیانته، اما اصلاح بدون خدمت امکان نداره. اصلاح حتما توش خدمت هست، اما خدمت بدون اصلاح خیانته، که این همون منطق سیویل سوسایتی لیبرال سرمایه‌داری است. تو این منطق دومی که باکری ها و چمران ها براش شهید شدن، این اتهام سنتی لیبرال ها علیه رهبری انقلابی و جامعه انقلابی که متهمش میکنن به دیکتاتوری کاملا پاسخ داده شده و مجاب شده. تو این منطق در سیاست و حکومت یه دینامیزم انقلابی و مردمی وجود داره که حتما حاوی نوعی نظارت بر حکومت هم هست و حقوق مردم در اون حکومت از منظر ایدئولوژیک کاملا باید رعایت بشه. تو این منطق ترقی لازم هست، اما فقط رفاه لازمه، اما رفاه کافی نیست. ترقی و تکامل هم لازمه. خوشی کافی نیست، خوبی هم لازمه. لذت کافی نیست، کمال هم لازمه. خدمت و سرویس دادن به جامعه کافی نیست، اصلاح و رشد هم لازمه. داشتن کافی نیست، ساختن هم لازمه. و کشورداری بر اساس آراء عمومی لازمه، اما کافی نیست. در کنار او کشورسازی بر اساس فضیلت هم حتما لازم است، و الا پوپولیسم و رضایت عوام جای ایدئولوژی انقلابی رو خواهد گرفت. اما اون منطق دیگه، اون گفتمان دیگه در باب حکومت، در برابر عدالت وعده آزادی میده. یعنی آزادی رو نه در ذیل عدالت بلکه در نقطه مقابل عدالت معنی میکنه. در برابر عدالت وعده آزادی میده و در برابر رسالت وعده شادی و لذت، و در برابر مسئولیت وعده حقوق بلکه اضافه حقوق، و در برابر شهادت وعده زندگی بی دغدغه و عاری از تکلیف رو میده. و البته عرض کردم این که من عرض میکنم مرادم این نیست که لفظ جامعه مدنی، لفظ تساهل و تسامح، اینها یا دموکراسی یا اقتصاد آزاد اینها تابو هستن، اعتقاد به اینا جرمه. نه، ولی اون نکته که عرض میکردم اینه که اون جامعه مدنی که ترویج سیویل سوسایتی است در فرهنگ لیبرال سرمایه‌داری غرب، برخلاف جامعه توحیدی و اسلامی، بیش از اون که مشوق نوعی خودگردانی داوطلبانه و مستقل شهروندی باشه اونطور که ادعا شده در غرب، یه نوع تحریک افراطی است به علایق خودخواهانه و تقویت روح تکالب و حرص و فردیت به مفهوم غلط و وحشیانش هست که فقط قالب مدنی و قانونی داره ولی مضمونش غیر انسانی است. حرمتگذاری اخلاقی رو به حقوق شرعی قبول نداره، به حقوق بشری دیگران و به مصالح ارزشی جامعه. این منطق، این جملاتی که عرض میکنم آخرین جملات، یعنی جنبندی عرض منه در باب تفاوت این دو نوع، و خواهش میکنم به این جنبندی توجه بکنید. این مکتب و گفتمان با نفی فضیلت در اخلاق جمعی شروع میشه، به نفی مضمون تئوریک عدالت در مناسبات جمعی ختم میشه. البته اگر کسانی از جامعه مدنی نه این مفهوم ماتریالیستی رو بلکه یه مفهوم لغوی و عام رو با یه تعریف دیگه‌ای و با تعیین مصادیق شخصی خودشون مراد میکنن و مد نظر دارن، اون دیگه حساب دیگه‌ای داره. من با اون جامعه مدنی کاری ندارم الان. و تا از اجمال شعاری و ابهام تئوریک اون جامعه مدنی به تفصیل علمی و آکادمیک در نیاد، در مورد اون نمیشه له یا علیهش نمیشه اظهار نظر و داوری کرد. و راجع به جامعه اون چه که جامعه مدنی دینی خوانده شده من الان نمیخوام بحث بکنم، گرچه من با تعریف و تبصره های خودم میتونم به یه چنین جامعه، یعنی جامعه مدنی دینی، مفهوما و مصداقا قائل باشم و قائلم هستم. اما اون جامعه، اینا که صحبتایی که عرض کردم راجع به اون جامعه مدنی است که تو آکادمی ها تدریس میکنن در دنیا، یعنی اونی که در ذیل سنت لیبرالیستی و سرمایه‌داری در غرب تعریف شده و به معنی ایجاد باشگاه‌های قدرت خصوصی و اتحادیه‌های قراردادی ثروت‌اندوزی است و یه نوع سندیکالیسم عاری از ملاحظات انسانی که اولویت اول در یک چنین جامعه مدنی منافع فرد است با قطع نظر از فضیلت و عدالت و معنویت، و بنابراین در یک چنین جامعه فاصله های طبقاتی، کینه های اجتماعی بین اقشار، جدایی انداختن بین انسان و انسان، نفی حساسیت های ایمانی و دغدغه های اخلاقی تحت یه عناوین بزک شده ای مثل تولرانس،
توجیه میشه که البته این غیر از تساهل و تسامح اسلامی است که ما قائل به تسامح و تساهل اسلامی هم هستیم با دامنه بسیار وسیعی. هدفی که اینا تعقیب میکنن ناشی از یک خلأ بزرگ عقیدتی و فلسفی است و من میخوام که دوستان و به خصوص دانشگاهیان عزیز در کشور به این نکته توجه داشته باشند که این سیویل سوسایتی گام زدن و پا گذاشتن رو خون حمید باکری هاست. این اوپن سوسایتی که ازش بحث میکنن و ترجمه میکنن و وارد میکنن و بلغور میکنن بدون شناختن ریشه های فکری و ملزومات عملی و اخلاقی و نظریش، این شلیک کردن گلوله به سمت سینه چمرانه، منتها در حوزه تئوری و فرهنگ. این تفکری است که دنبال تشکیل بلوک‌های ثروت هست به دست اولیگارشی سرمایه‌داری پشت پرده دموکراسی، پشت پرده احزاب سیاسی و مطبوعات و روزنامه‌ها. این همون مافیاهای پول و زور که زیر سایه پدرخوانده‌هایی که امروز در دنیا پوز دموکراسی و اقتصاد آزاد رو میدن و نان خودشون رو در خون فقرا و محرومین جهان تلیت کردن راه اندازی میشه و تقویت میشه. روششون هم برای رسیدن به این اهداف خیلی روشنه. همین روشی است که ما سالهاست داریم تجربه میکنیم، از نزدیک میبینیم. اینها با مبارزه هم تئوریک و هم پراتیک میکنن، مبارزه نظری و عملی میکنن با تئوری فضیلت در اخلاق، حقیقت در دانش و معرفت و عدالت در حاکمیت. هر منشأ الهی و ماوراء طبیعی رو برای حق و تکلیف ریشه‌ش رو میخوان بزنن. به نظریه تکلیف حمله میکنن برای فلج کردن احساس مسئولیت در شما و سعی میکنن همه حقوق و اخلاقیات و حقایق و معارف رو به پای لذاذ اشرافی سرمایه‌داری و فردپرستی قربانی بکنن، مناسبات مدنی رو کاملا تفکیک بکنن از ملاحظات شرعی و نظام حق و تکلیف دینی دشمن اول و آخرشونه که میخوان ریشه‌شو بزنن. اینا جزء اولین و اساسی ترین دستاوردهای این ایدئولوژی حیوانی است که به نام تضمین شؤون نازل مدنی و حداقل حقوق بشر، حقوق اکثری بشر رو اعم از مادی و معنوی ریشه‌شو میخواد بزنه. این تفکر حتی معرفت رو شخصی میکنه، همونطور که هوس‌ها و منافع رو شخصی معنی میکنن، معرفت رو هم شخصی میکنه و معتقد است و تصریح میکنن که هیچ باید و نبایدی، هیچ ارزش و فضیلت عام و غیر شخصی، هیچ قاعده قطعی حقوقی اخلاقی و سیاسی با سابقه دینی، بلکه هیچ نوع مسئولیت یا مشروعیتی که دارای سه قید ضرورت، کلیت و دوام باشه ممکن نخواهد بود. اینا دارن با این مفاهیم مبارزه میکنن. اگر ریشه این مفاهیم زده بشه، ریشه ایدئولوژی که حمید باکری از توش بیرون آمد زده شده. حتی اگر عکس حمید باکری و چمران رو بزنن و زیر علمشون سینه بزنن و براشون تجدید بگیرید، ریشه اون ایدئولوژی زده شده. امروز دوران ساده‌لوحی ما نیست. این یک اسکولاستیک جدید هست که تحت عنوان آزادی و تولرانس و اقتصاد باز و دموکراسی آمده تا اخلاق و عدالت و حقوق رو و حقیقت و همه چیز رو نسبی و نامتعین بکنه و شخصی بکنه. این با این تولرانس و با این قرائت سالاری ها که در واقع یه نوع آنارشیسم معرفتیه، چون اینجور قرائت بازی و پلورالیسم که آقایون میگن احترام به دیدگاه‌های مختلف نیست که در حوزه محکمات و قطعیات حتما ما هم قبول داریم، حتما ما مخالفیم با تحجر و اصلا نمیشه شما با تحجر مخالف نباشی و منتظر شکوفایی علم باشی. اما این نوع پلورالیسم که اینا میگن، این نوع قرائت بازی آنارشیسم معرفتی است. این مثال سادهش همین مثال عامیانه است که نقل میکنن. دقیقاً اگه پلورالیسم رو بخواید بدونید چیه، تفسیر سادهش همین قضیه است که میگن که بنده خدای آمد پیش کسی گفت الان شب، گفت بله شما درست میفرمایید. نفر بعدی آمد گفت که روزه، گفت شما هم درست میفرمایید. نفر سوم اومد گفت آقا چطور میشه الان هم شب باشه هم روز، هر دو هم درست بفرمایید؟ گفت اتفاقا شما هم درست میفرمایید. پلورالیسم خالص عرض کردم بدون چربی و استخوان همینه. این آنارشیسم معرفتی است. این جریانی است که اسکولاستیک لیبرالی و سرمایه‌داری است که در واقع با این ایده میان جلو و نتیجهش این میشه که بعد میگن جای دین آقا فقط گوشه خراباته. و یه عرفانی هم که درست میکنن یه نوع روان درمانی است و از شطحیات و تامات شروع میشه، مالی خولیا و جادو و درویش بازی‌های انگلیسی و عرفان از نوع LSD و ماریجوانا و حشیش و
اینجور چیزی است. معنویتی که اینا میگن دین برای او آمده، مرادشون یه همچین چیزی است. مرادشون عرفان علی و شاگردان مکتب علی نیست. مرادشون عرفانی که چمران تو آثارش ارائه میکنه نیست. عرفانی که توأم است با مسئولیت جهادی و با قیام برای اجرای عدالت. این یه عرفان بودایی، تلفیقی از عرفان بودایی انگلیسی امریکایی است. عرفان سرخپوستی، عرفان حد اکثر عرفان کارلوس کاستاندا، و هدف اصلیش اینه که تحت عنوان تعویل زبان دین رو ببرند و از حلقومش بکشند تا دین وارد حوزه‌های اجتماعی و عدالت و حقوق بشر نشه. اینا همون کسانی هستند که تبلیغ و ترویج و ترجمه کردن و میکنن که گزاره‌های دینی غیر معرفت بخشه و زبان دین زبان حکایی نیست، یه جور بیان اساطیری استعاری است متعلق به جوامع توسعه نیافته است. و اینا همه مقدمه تئوریک برای ترویج همین نوع آزادی و همین نوع سیویل سوسایتی است. اینها آرمان رو در نقطه مقابل واقع بینی قرار میدن. میگن آدما دو دستن، یه عده ارزشی ان که احمقن و یه عده واقع بینن. آرمانداری در برابر واقع بینی، احمق‌ها در برابر عاقل‌ها. این تقسیم بشریت به احمق‌ها و مادی‌ها در واقع منشأ تئوریک و ریشه نظریش همیناست. همین دیدگاهی که میخواد این تقابل آرمان و واقع بینی رو ترویج بکنه تا مسلمان‌ها رو، تا شما رو، تا دانشجو و استاد رو در دانشگاه‌های شرق و دانشگاه‌های جهان اسلام همتون رو بی آرمان بکنن و راضی به وضع موجود جهانی. من به شما بگم فرهنگ لیبرالیسم فرهنگ محافظه‌کاری است. هیچ مکتبی به اندازه لیبرالیسم محافظه‌کار نیست. این نظام لیبرال سرمایه‌داری امروز میخواد همین فاصله‌های طبقاتی در دنیا رو توجیه بکنه، یعنی محافظ وضع موجودن، چون میدونن شعار امام رضوان الله علیه و این انقلاب بیداری دینی که راه افتاده در دنیا، این نظم موجود رو، این بی‌عدالتی حاکم بر جهان رو به هم میریزه. این نمیذاره گوشه افریقا بچه‌ها از گرسنگی بمیرن و تو واشنگتن و نیویورک سگ‌های اینا و گربه‌هاشون مصرف کالریشون در روز 3 برابر کودکان و جوانان باشه در کشورهای آفریقایی و آسیایی دور، و اموال و منابع زیرزمینی اونا رو اینا مصرف بکنن. اینا میخوان همین وضع موجود در جهان حاکم بمانه و لذا از امام و انقلاب امام تعبیر کردن به یاغی و یاغیگری و گفتن این یاغیان رو ما که میخوان این نظم حاکم بر جهان رو به هم بریزن، ما سر جاشون خواهیم نشوند. اینها عقاید و دینی و معارف اسلام رو به نام پلورالیسم دینی و به نام جزم شکنی از حجیت و وضوح میاندازن. اخلاق دینی رو تحت عنوان شخصی بودن و نسبی بودن ارزش‌ها و اینکه اخلاق نباید دولتی بشه. اینجا وقتی بحث از حقیقت و فضیلت و عدالت، همه چی نسبیه، همه چی مشکوکه. میگن باید تساهل و تسامح داشته باشید، اما نوبت به منافع خودشون، منافع اربابشون میرسه، میگن جای تساهل و تسامح نیست. حالا از حوزه استعمارم که بیایم بیرون، تو حوزه عادی زندگی در مورد منافع مادی، مثلا در باب منافع کمپانی ها، در باب بهداشت عمومی، در باب سربازگیری، در باب قوانین راهنمایی رانندگی، هیچ جا اینجا تساهل نمیکنن و نباید هم بکنن، برای که اینا عینی است، به منافع مادی و حسی و تجربی مربوطه. اما تا بحث فضیلت و اخلاق و عدالت میشه، میگه همه چی نسبی و مشکوکه و باید اونجا نسبیت و باید نسبی دید مسائل رو. اینا همه آثار پوزیتیویسمه. پوزیتیویسم چیز محسوس رو نمیذاره نسبیش بکنی، اما اخلاق و عدالت و فضیلت که فراحسی است، فوق حسه و مفاهیم عقلی و اخلاقیان، چون اونا رو لمس نمیکنه، چون مشتشو پر نمیکنه، مشت پوزیتیویسمو، میگن این اصلا چیزی نیست، حقیقت نداره، اعتباری محضه و بنابراین در موردش همه نوع تسامحی میشه کرد. کمترین لازمه لیبرالیسم و جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داری سکولاریزه کردن دین و مادی کردن نهاد دین و حذفش از زندگی است، حذف احکام و شریعتش و مادی کردن معنویتش برای تأمین منافع سرمایه‌داری. اینا میخوان سطح درآمد متکاثرین افزایش پیدا بکنه در برابر اکثریت گرسنه و محروم جهان، و راهش اینه که آخرت و عدالت یا نفی بشه یا تعویل بشه، و لذا با دکترین کمال و کمال طلبی و عدالت مبارزه میکنن و مفاهیمی مثل ایثار و انفاق و زهد و قناعت و توکل و جهاد و شهادت و ایثار، همه اینا رو مسخره میکنن. راه حلشون تحریف یا تمسخر همین مفاهیم دینی است و از اون طرف تشدید جنون سیکل تولید برای مصرف، مصرف برای تولید برای مصرف، مصرف برای تولید، اسمش هم میذارن توسعه، و هدف سرپا کردن نظام
آکل و معکولی و اقتصاد سرمایه‌داری است برای له کردن توده‌های مستضعف در دنیا و کمک به موج استعمار در جهان. دین و اخلاق و عقاید و ارزش‌ها تو این آموزه برادران و خواهران مهم نیستن، اصلا واقعی برای که نیستن. این همون مکتبیه که اصالت لذت رو مبنای تئوریک حکومت و جامعه میدونه، نه اصالت کمال رو. و چون دین و عقاید و ارزش‌ها رو مهم یا واقعی نمیدونن، میگن همه اینا سلیقه‌ای است، غیر قابل احتجاجه و مربوط به قلمرو شخصی است و باید تفکیک بشه از حقوق بشر. عیسی و قیصر هر کدام حقیقت خود و فونکسیون خودشون رو داشته باشن، کاری به کار همدیگه نداشته باشن. دین از دنیا جداست، معاش از معاد، دنیا از آخرت جداست و اینا هر کدوم یه فونکسیونی دارن که باید به خودش فقط برسه، تو حوزه دیگری دخالت نکنن. و برای که ما حالیمون نشه که اینا نفی ضروریات اسلام و حرکت همه انبیاست، شروع کردن به گنگ کردن و دو پهلو کردن زبان دین با استفاده از مفاهیم هرمنوتیک در غرب. فرهنگی که بگه آقا همه اصول مبهمن، هر کسی یک قرائتی داره و مجاز داشته باشه و هیچ ملاک عام بین الاذهانی برای تشخیص حق از باطل وجود نداره و بنابراین طبیعی است که تو این منطق اصولگرایی عبارت است از جزم‌اندیشی، عبارت است از انحصار طلبی، عبارت است از اوتوپیسم و تفکر اوتوپیایی و با هر نوع عقیده و زندگی عقیدتی تحت عنوان بنیادگرایی و تعصب مبارزه میکنن. تو این جامعه کاست ها وجود دارن، فقط پیچیده تر شدن، بسته و پیچیده عمل میکنن. تو این تفکر متشکل اینا عمل میکنن، یک نظام بسته منفعت طلب خشنی رو تحت عنوان دموکراسی و سرمایه‌داری آزاد بنیانگذاری میکنن و با 3 فاصله از اقتصاد به سیاست و حقوق نقب میزنن. سرمایه‌دار، حزب، روزنامه، پشت پرده کمپانی‌های سرمایه‌داری، جلوی پرده احزاب سیاسی و جلوتر به عنوان سیاهی لشکر و خط مقدم مطبوعات و روزنامه ها. وقت شما اگر دقت بکنید ببینید که تعداد زیاد روزنامه همه از یک شماره حساب تغذیه میشن. تعداد زیادی روزنامه همه در یک اتاق فکر و مطالعه طراحی میشن و تیتر و سوتیتر میخورن. این اصلا منطق نظام لیبرال سرمایه‌داری است. سرمایه‌دارها به وجود میان، حزب میسازن، روزنامه میسازن، افکار عمومی رو در کنترل میکنن برای که منافعشون تامین بشه و بعد هم در پارلمان ها نفوذ میکنن و فراکسیون های جیره‌خوار در پارلمان ها، فراکسیون های وابسته به نظام سرمایه‌داری، لیبرال سرمایه‌داری به وجود میارن و با کنترل افکار عمومی ایده ها و منافع خودشون رو نهادینه میکنن. اینا خطراتی است که دیر یا زود در جامعه ما و به سراغ انقلاب ما هم خواهد آمد اگر بهش توجه نداشته باشیم. و امروز دوباره روزی است که باید سخن همون برادر رزمنده‌ای رو تکرار کرد به دانشگاه‌ها و به حاکمیت و به حوزه و روحانیت که اخوی یکی از 2 تا پاتو بردار. متشکرم آقا، ببخشید وقتتون خیلی گرفت.